سلام و درود خدمت بیننده های عزیز از هر گوشه و کنار دنیا که مورد تماشا نه برنامه از مور بیننده ای. امیدوارم که جانشون جور باشد، سالم باشید، همیشه خوش در کنار فامیلتان باشید. لطفا دوستا لایک، سابسکرایب، کامنت یادت نره. مورا حمایت کید، مو تازه چینل واسطه دیگه خیر کمو کاستی که دیره مور بخشید دیگه. سلام دوستای عزیز، خوبین؟ جور صحتمند باشین، وقت خوش باشین، در کنار دنیا هستین، وقت خوش کنار فامیل خوب باشین دیگه. تا آخر برنامه رو در مو باشین. سلام یاد خدا. سلام بیننده های محترم چینل امید میدیا، امیدوارم که جانشون جور باشد در هر جای دنیا که هستن. وقتشون بخیر. دیگه گزنه برنامه مادر امید خوش آمدین. تا برنامه قزمو باشین، بعضی گفتنی ها دارم مادر امید. آره دوستای عزیز، ما امروز آمدیم گفتیم باشه یک بیشیم بچه‌ام دیگه برای اینجا ساتریک نه دیگه. امروز ما یک لایف داشتم. در لایف ما خیلی از دوستا و قومای عزیز از مادر امید پرسان که دادک دیگه که تو چرا قنجیگه آقای سلخشور برنامه نمیگیری با وجود که کاکایت میشد، مثلا تو که ما گفتی کاکای میشه چرا قنجیش برنامه نگرفتی تا مثلا یا لایف نرفته دیگه. امروز خاطر ما مال گفتم که باشت از زبان خودی ظریفه بشنوی که چیز میگه. آره دوستای عزیز دیگه، آره سلخشور هم امده در ایران خبر شده، خنجگش در ارتباط بودی. در مشهد بود. ما زنگ زدم گفتم کاکای در کجایی؟ گفتن ما در مشهدیم. گفتم کجا؟ ما گفتم می طرف آقای می. گفته که اون پای ما که عمل شد می اون طرف ها. دیگه بعض از دوستا در پای لایف ماسمه از ما سوال میکرده که سلخشور را دعوت کرد که باید خانهشون قنجگش یک چند نه برنامه داشته شد دیگه. تو هم که گفتی که ما به تشویق آقای سلخشور برنامه خرج جور کردم دیگه. آره دوستا، ما امیر به تشویق آقای سلخشور جور کردم برنامه خرج. سلخشور همیشه هم گفت که شما میتونید، حمایت زیاد کرد، همیشه تعریف میکرد که شما خوبید میتونید دیگه. مو هم امو تعریفایش را در خود گرفتی دیگه. گفتی آره مو میتونی دیگه. همی سلخشور که میگه مو میتونی دیگه. سلخشور خیلی امو زمانا پارسال که ما در بشاره خیلی چیزا که ما سه برنامه امو زمانا میخواست جور کنه بخشه تو ما نتونستیم اون زمان. هر کس یک شرایط های خاص خود داره. ما اون زمان یک شرایط بود بلدیم پیش هم داد دیگه، نتونستیم برنامه جور کنم یا یوتیوب جور کنم دیگه. ماندک در این سال دیگه جور کردی. نالی کاکای من هم ده نالی در تهران و پیشیخ در عمل مونه. بعد از او ایسو مایه ما خنجگه آقای سلخشور لایف هم مرم برنامه دیریم که بریم قنجگشی همون زای لایف بریم و برنامه هم خواد داشتیم قنجگشی. شما مورا حمایت کید. سلخشور همیشه به مردم کمک کده تا جایی که ما زور است که مثلا در اون منطقه که داشتم یکی های سلخشور مثلا بلده مردم خیلی رسیده. یک زمانای نقاشی بلده بچه های مردم کورس زمستانی زده همه نقاشی و چی مراد خطاطی نه ادبیات باشد. پیش از این برنامه هایشی همیشه مثلا بدون از چینل یوتیوب که الان جور کرده و امو زمان چینل یوتیوب نداشتن به مردم خیلی خدمت هم کرده. ما میخواییم که مثلا یک فرد مفید در جامعه باشه. همیشه بچه های مردم هم در جامعه مفید باید کوشش شمی بوده دیگه. خیلی آدم خوبیه و اتمن میه بلده همه کمک کده انشالله که واقعا یک هنرمنده، یک خیر مفید در جامعه که همیشه خیش در جامعه رسیده تا جای تنسته قنجی از مو کمک کده دیگه. و مثلا چند سال پیش که کورس خطاطی و نقاشی داشتم خیلی کمک کرد بلده بچه‌ای که در دهات زندگی یا قریه زندگی خصوصا مو خودگون خودمون پیش رفتیم. ما که در نواباد بودم اون زمستو که سلخشور کاکای کورس جور کرد آتیم بخی دنبال ما آمد خدا بیامرز آتیم را آمد جمار برد اگه زمستو در کمرک گفت تو حتما باید پیش خاتم سلخشور بری خطاطیات بگیری، رسامیات بگیری. واقعا دست در نکنه خاتم کاکای که خیلی زحمت کشه سر از اینو دیگه. همیشه خیش در جامعه رسته دیگه. واقعا دمش گرم. انشالله که پای خم به خیر عمل کنه، انشالله که زودتر صحت یاب شنه. باید مو ببینیم را انشالله که خوش
آره خوشحال میشیم دیگه. مثلا روی به یوتیوب آوردیم با تشویق آقای سلحشور بود. داشتم مثلا استعداد چی دارین. آره دیگه انشالله که جورش نزدتر پایشی. آره نالوتوی نازنین خانوم هم هسته انشالله. همزینجی که بوره اول باید اینجی از اینجی شاید دیر نمونه دیگه در اینجی 2 شاو یا 3 شاو یا 1 شاو اگر بمونه قد از مو دیگه. آره از او پاس بموره توی نازنین خانوم پیش رویه و دوستا همیشه چون درای توی نازنین خانوم هم هسته نه؟ دیگه شاید در توی نازنین مون باشیم اما اینجا. رنه هم رو باز می دیگه در اینجا اما بطور که ما دونیم انده که چند داشته دوزدان داریم اما خواستیم که دیگه آبه خزیان بخورم که سلخشورم میاده اینجا دیگه یا خوشک از نسش که تر خبر داشته که سلخشورم انده داریم. البته در این خبر نداشتید که میانه؟ نه این خبر نداشتید که میانه؟ نه دیگه ما خبر نداشتیم. دونید این خبر نداشتیم. ما خواستم بگیم نه دیگه خبر داشت دیگه. بسید می در یک چیزم دایی مهمانی البته دایی این چاش یعنی ساعت 11 باشد دایی ماسم عمالی؟ آره ساعت دیگه 2:30 که 11 میشه. چون از خانه گاره ایشتا دیگه گوشت بوری دم اینجا همون نقل خوشی را ما قد از یاخنیم سلخ شد دایی اینجا نه دیگه یک برنامه کتاگه گم داشته شی اگر تنیستم در جریان مهمانی هم خودشون ویدیو میگرم اگر نتنیستم از اینجا خدا یار نگهدارشون باشه. باشه شیرین ای مهمان دیگه مهمانه خارزده و مهمان هم دیگه نمده دیگه خب آیا ما مهمانی یا خارزده مهمانه؟ تو مهمانی اینجا من دارم تو مهمانی دیگه این دوستاخانی مامای ماسمنده بیچاره خیلی زحمت کشته روی خواهر دشت درد نکنه و خدا این خیلی زیاد زحمت کشتن. بابا چه زحمت میاد میاد داوری هم میبیشه نه منو وای بابای دیگه خیلی گول ندیم نه میرونم خیلی شما بگیم شما بگیم تو چی میگی؟ چیز کنم میخواسته بود؟ نه خب بخش خورش دم دیگه بود نه موجود شکل میشه نصیبه دیگه میگیرم میزنی منه من سلام کنم سلام دوستای امید میدیا شکر هستم خوب نال شما خوب در باشه و کنار دنیا هستیم شب جور سلامت خوش خورم باشین اگر نزدیکین بفرمایید خد از ما امروز میمان از ما شد نمار دیگه امید میدیا را فراموش نکین زنگوله رو بده سابسکرایب کن لایک کن دوستای گرامی از امید میدیا حمایت کن تازه چینل زده انشالله در امید دوستا که دوستا انشالله مور حمایت کنه تشکر خورده است درد نکنه این روزم خیلی ناخوشندن خانه از یک لذت دوره هم بیشی یک آدمی یا دیگه آدم کجا میشه نمیشه ایشون مور سرد ما مور کسی خورش نمونم خب بخواه اینو یک نمور خورش من نزدم یه خورش نمونم باق نتنستم چرا؟ پیش خیلی هم گفتیم اما کم قدر ماله بازم مو مزه تو مثلا جوی مزه کردم دیگه کس بختن واسه قدتان ادم مزه میگه نه از رنگ رویش هم معلومه که خوبش معلوم میشه قدر خوش مزه معلوم میشه ما پیاش خیلی مزه شفا روان خمشه موقعش میشنم زوری اسکنه باوشن قدر شیم نگم مثلا مرغ بزرگ قدر آدم باشه نه مرغ کوچیک بس کم باشه
مامان میخوام کردیم نبینم تو میگه خوب مزنی آدم با زخم خوب مزنی آدم خود مزنی نه او آدم که خود آدم دیگه نست خد مزنم دیگه خدا نه نه اون مزه که خانه مامان خود مرو کرد مثلا خب نمیدونم دیگه بیار ما روز به خدا نیزه کنم بچه دوست نداره از خورشتو کفتن دیگه نه کنم از خورشتو دریا آقای خیلی زمان کشتر پذیرایی خیلی قدر گرفته است مایفیت اشتر نکنه به خدا برید نه نه دیدیم جیران دست کنه مرخم است نه خوش تو دیر من بلی گاز باشیم دیگه داشت در نکنه بخدا خیلی زمان کشته جگرشونو بخی خالیه دیگه دوستا خالی از میون اینجا نان مادیدون خوردیم امید جان تو سبا نان خورده دیگه نان نمخوری؟ آروین سبا نان خورده دیگه نمخوری؟ جان آب باید دیگه بچه ها سرسون خواهی مامان بیا پایین بیا نوشی جان خیلی خوشم دن بختم خوب یک لحظه دور هم بشینه به خدا اد نمشه کی ایسو کی موکی بچه مدرسه ایه دو چند روز دختر خوار منجی بود خیلی خوشم دن قدمایشم سر چی ما به خدا میمان کسته حبیب خدایه آروین جان بیا غذا بخور که بریم پارک علی پارک نرو خوب شه پارک جانش خوب شه خاله جان اگه دوغ نمخری ماست بیارم برات ماست مخری؟ یخچال نباشه یخچال بود بس یه مامای بیا خودم سر سفره بشین